ولقد همت به و هم بها لولا ان رأى برهان ربی. ولقد همت به، یقینا اراده مکمل کرده بود، اراده مکمل کرده بود به بعد در مقابل یوسف علیه السلام امی زلیخا، و هم بها اراده میکرد یوسف علیه السلام لولا ان رأى برهان ربی، اگر نمی دید امو دلیل پروردگار خدا، اگر او را نمی دید یا اراده میکرد. کذالک، مثل که نگاه کردیم او را از تمام قتل ها و گپا و همچنان از واقع شدن در زنا، لنصرف عنه السوء، ای را نجات دادم به خاطر از اینکه نزاهت و پاکدامنیش در جای خود باقی بمانه. لنصرف عنه السوء، که ما بگردانیم از او السوء، گناه را، مراد از سو گناه صغیره یا اینمی حتی امو فکرایی که در مرتبه عزم برسه، والفحشاء، از زنا یا گناه کبیره ای را از پیشش بگردانیم که مرتکب نشوه. انه من عبادنا المخلصین، یقینا یوسف علیه السلام از جمله بنده های ما بود، المخلصین، نگاه کرده شده از همچو گناه ها، مخلص است، مخلص خالص کرده شده برای بندگی الله متعال. در اینجا علما عجیب نظرات داره. بعضی میگه که یوسف علیه السلام خو هم قصد کرده بوده نه، پس او هم گناهگار شد، چرا که و هم بها گفته. یوسف علیه السلام هم مردم میگه که نه قصد کرده بود. این گپ غلط است. هم دو قسم است، هم یکی عارضی است یکی ثابت است. هم ثابت او را میگه که او محکم باشه، مثل که از زلیخا بود، چرا که او مطالبه هم کرده، دروازارم بسته کرده، به چل و هنر گپارم پیش کرده. معلوم شد که قصد و عزمی که زلیخا بالکل قوی و محکم بوده. اما هم یوسف علیه السلام این هم عارضی غیر اختیاری بود. نعوذ بالله، اگر کسی تو را گپای زنا را بزنه، تصویر زنا در ذهنت میآید، قلب انسان امی فکر انسان امی میگرده، در خیال انسان. اما وقتی قصد نکنی یام یک هم است آمده در ذهنت، لیکن غیر اختیاری. از او خاطر هم یوسف علیه السلام غیر اختیاری بود. مفسرین یک جواب ایره داد. دوم جواب، اینجا از یوسف علیه السلام هم امن آمده، چرا اونجا پشتی سر میگه لولا ان رأى برهان ربی، اگر نمیدید برهان ربی خدا هم میکرد، لیکن وقتی که برهان رب دیده هم نکرده، هم از سر واقع نشده. چرا که به وجود برهان انتفاعی چی میاد؟ بگه هم آمده. لولا علی لهلک، وجود علی سبب چی شده؟ یک مقوله است، اگرچه در کتابا نوشته کرده او قدر حقیقت هم نداره، خو منظورش این نمیسته که لولا چیسته؟ اینا میگم لولا الكهرباء لکان المسجد چیسته؟ مسلما. اگر برق نمی بود مسجد چی می بود؟ خو لیکنی موجود است، تاریکی موجود نیست، چون این برق موجود است. اینمی قسم برهان رب موجود است، هم یوسف علیه السلام موجود نیست و همی معنا بالکل درست است. آلی وقتی که یوسف علیه السلام برهانش چی است که را دیده، یک تعداد در بعضی تفاسیر نوشته کرده زلیخا وقتی که اراده زنا را کرد، بتی داشت که او را پرستش میکرد، رفت سرش پرده را انداخت. دیگه یوسف علیه السلام گفت که اوهو تو به خاطر یک بتی قدرش داری، من خو الله متعال مرا میبینه، از او خاطر فرار کرد. برهان رب عبارت از این بود که من خو الله مرا میبینه. دوم میگه که نه، دمی فرصت یعقوب علیه السلام چهرش در ذهنش آمد، دید که انگشت خود در زیر دندان گرفته، از او خاطر این برهان رب بوده. نه، برهان رب اینجا عبارت از اونمون نور ایمان است و علم نبوت است که در قلب ازی تابیده. نور ایمان است، روشنی ایمان است که ای را نمیگذاره که مرتکب جنایت شود. چرا؟ به خاطری که میگه این عمل گناه کبیره است، خیانت است، ظلم است، اینمی مانع ازی شده. برهان رب مراد از پیشش اینمیسته. او بعضی میگه که نه، مراد از او امو وعیدی که در مقابل زنا آمده و در شریعت ازی موجود بود، امو در ذهنش آمد، امو آیت که مثلا اینمی قسم جزا داده میشه. از کل کده اصل برهان رب عبارت از امو ایمانی است، امو بصیرت و روشنی است که در قلب یوسف علیه السلام قرار داره، او نگذاشته که همچو عمل انجام بده. کذالک لنصرف عنه السوء، اینمی قسم ما میگردانیم از سوء گناه صغیره و الفحشاء گناه کبیره را که مرتکب ازی نشود. چرا؟
الله انبیا علیهم السلام خود از همچون گناه ها محفوظ مسئول نگاه میکنه، به خاطر که در آینده در راه دعوتشان خدشدار نشوه. کسی انتقاد نکنه که تو تا دین روز اینی کارا میکردی، امروز چرا ما را اینی قسم دعوت داده میتونی. الله متعال اینمی قسم انبیا علیهم السلام خود نگاه میکنه. در این خود شکی نیست که انبیا علیهم السلام معصوم است و یوسف علیه السلام که کدام کاروایی کرده یقینا کاروایی خیلی بزرگ است. اما آیا کسی دیگری هم اینمی قسم حالتا را کرده میتونه؟ بله الحمدلله. عالی هم ما در ممالک غربی اروپایی برادرها و خواهرای داریم که در بین آتش زندگی میکنه. در دنیای غرب فحاشی و عیاشی در سرحدی است که حتی هیچ راه نداره که تو درش واقع نشوی، اما به جز از او کسانی که یقینا نور ایمان در قلبشان تابیده واسطن که خود نگاه میکنه. و انسان اگر مصمم شوه یقینا ایمانش پخته باشه، امچو بالکل اینمی قسم نعوذ بالله بدبختی ها را بالکل دست و پنجه قطش نرم کده میتونه و درش واقع نمیشه. این توریست که تنها مخصوصی کی باشه؟ یوسف علیه السلام. بلکه یوسف علیه السلام گفت که از جمله بنده های مخلص است، پس هر بنده مخلص میتونه مبارزه بکنه. عالی اینمی قسم حالات است. ما و شما این امتحانات الله است که سر ما و شما میاد. الله بندگان خود امتحان میکنه. محل میایه که اونجا نعوذ بالله اختلاط مرد و زن در حد نهایتش است. گیر میایی دونمو قسم جا باید تو خود نگاه بکنی، سری تا پایان بندازی و بفهمی. چرا؟ از امو خاطر است که الله متعال برای مؤمنان میگه قل یا ایها النبی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، نظرای خود پایین نگاه بکنه. اینا به خاطر میگه که همینطور صحنه میایه که قابل دیدن نمی باشه. همینطور صحنه ها آمده. امروز بعضی دخترها را که در بازار میبینی یقین به الله بکن اگر قابل چی باشه؟ دیدن باشه. حالات از او که میبینی، لباسش میبینی، حرکاتش میبینی، چی در پرده تلویزیون چی در یک جای دیگری. امی قسم خصوصا در پوهنتون، در مراکز تعلیمی که به یک رقم و میایه برای درس که هیچ پرسان نکو. یعنی حالات است. این کلش امتحانات الله متعال است. بندگان خود الله امتحان میکنه. الله متعال ما و شما را بنده های مخلص بگردانه که ما بتانیم یقینا خود حفاظت بکنیم. مهم اینه میگه پس که انسان در همچه حالات خود نگاه بکنه. واستبق الباب، ای اردو دویدن. واستبق استباق میگه یکی از دیگه پیش شدنه. اردو طرفی دروازه زلیخا پیش میشد که دمی رویش بگیره او یوسف علیه السلام میدوید که ما برایم. و قدت قمیصه من دبرین، که نمیرسید زلیخا دست انداخت دامنی چی را؟ یوسف علیه السلام درید. و قدت قمیصه پارکت درید پیراهن یوسف علیه السلام من دبرین از پشت سر. و الف یا سیدها، اردویشان یافتن مالک خدا لدل بابا در پیش دروازه. عزیز مصر از او طرف از می آمد که گپ شروع شده. قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا. اقدر چالاک زلیخا قبل از اینکه حالی گپ چی شوه پیش از پیش چی میگه؟ گفت ما جزاء من اراد باهلک، چیست جزای کسی که اراده به اهل داره. حالی خود اهل معرفی میکنه بدبخت. سوءا اراده بدو ناشایسته را داره. الا یسجن، لیکن قدر فریفتن بود بالای یوسف علیه السلام که نمیخواست درد و تکلیف زیاد برش برسه. میگه بندی شو کشته خونه شو. الا یسجن، مگر بندی کرده شوه، او عذاب علیم، یا برش عذاب داده شوه خود دردناک. اول بندی خانه را پیش کرده، دلش نمیشد که به یوسف علیه السلام چیزی اذیت برسه. خب بعضی اینجا در اینجا نقشه زنی عزیز میبینی چی رقم نقشه را جور کرد و چه قسم از مهارت کار میگیره. در این طور موقع کسی که امی گپ زنش برش بزنه آنقدر احساساتی میشه که هیچ پرسان نکن. خیلی زیاد دست به چی میکنه؟ کشتن میزنه. از امو خاطر این اول گپش شروع کرد. چرا که میفهمید زلیخا که اگر موقع سخن بدم به ملامت میشم. از امو خاطر باید پیش از پیش ما گپی خدا بگویم که او سری چی شوه؟ غصه. در حالت غصه گپا را آدم از کسی دیگری نمیشنوه. او سری غصه شد دیگه. نه اظهار براءت خدا میکنه. یوسف علیه السلام دگیر داد. خب قال هی راودتنی عن نفسی. آدم چپ بمانه؟ نه، در موقع تهمت از خود تهمت دفاع رد کن. گفت یوسف علیه السلام امی زن مراوده کرده، چل و چلبازی و فریب کاری را برای انجام دادن کاری غلط
پیش کرده عن نفسی در مورد نفس ما. نه کی میدان صفا کنه؟ و شاهد شاهد من اهلها، شاهدی داد یک شاهد از اهل امی زلیخا. اینجا بعضی مفسرین نوشته میکنه که یک طفل شاهدی داد، اما این گپ صحیح نیست. چرا؟ به خاطر که اطفالی که گپ زده او یکی یوسف علیه السلام است، یکی به نام جریج است و یکی امو چیست، بچه یک زنی بر اسرائیلی است. سه بچه تکلم در حالت خردی کرده که در حدیث بخاری میآید عیسی علیه السلام و جریج و امو بچه یک زنی بر اسرائیل است. معلوم شد که اینجا بچه خرد نبوده، اگرچه بعضی تفسیران نوشته کرده که بچه شیرخوار بود امی گپ گفت، لیکن اگری می آمد در حدیث بخاری 4 نفرم ذکر می شد، اما 4 نفر ذکر نشده. خیر چی گپ است؟ و شاهد شاهدون، شاهدی داد یک شاهد من اهلها، از اهل خود زلیخا، از قوم زلیخا بود، او شاهدی داد. شاهدی را چی رقم داد؟ او آمد فیصله کرد. اینجا مراد از شاهد شاهدی اینطور شاهد نیست که صحنه را دیده باشه بیان کنه، اینجا مراد از شاهد فیصله کنه است. و شاهد شاهدون فیصله کرد، فیصله کن من اهلها، از اهل زلیخا. چی رقم فیصله کرد؟ این کان قمیصه قد من قبل، اگر باشه پیراهن یوسف علیه السلام پاره کرده شده از طرف پیش، فصدقت، راست گفته زلیخا، و هو من الکاذبین، اینمی خود یوسف علیه السلام از جمله دروغ گویاست. و این کان قمیصه، اگر باشه پیراهن یوسف علیه السلام قد پاره کرده شده من دبر از پشت سر، فکذبت، دروغ گفته زلیخا، و هو من الصادقین، یوسف علیه السلام از صادقین است. فلما را قمیصه، هرگاه که دید عزیز مصر پیراهن یوسف علیه السلام قد من دبر که پاره است پشت سر شده بود، قال انه من کیدکن، یک دفعه فهمید که والا حقیقت دیگر رقم است، گفت انه من کیدکن، این عمل ناشایسته از مکر و حیله شماست، شما زناست که اینطور مکر و حیله جرم میکنه. ان کیدکن عظیم، یقینا مکر و حیله شما خیلی بزرگ است در مقابل مردا، در مقابل مردا. خب اونجا کید شیطان قرآن ضعیف گفته و اینجا میگه که کید زنا بیخی بزرگ است. نه، یکی در مقابل شیطان است، یکی در مقابل مردا. زن در مقابل مردا اگر از مکر و حیله کار بگیره، مرد سرش زور نمیشه، اترا را جور کنه که پرسان نکنه، کمین بگیره که پرسان نکنه. یک از او خاطر رو عظیم گفته. اما در مقابل شیطان نیست. شیطان خو خیلی زیاد چی است، کیدا داره و خیلی حیله و مکر و ای گپا داره. در اینجا یکی خو فیصله به ای شده، یوسف علیه السلام الله چه قسم خلاص میکنه. ناگهان عزیز مصر دمی روی میاد و این گپای خود میزنه زلیخا، فیصله صورت میگیره. این فیصله توسط علامات است. در بعضی اوقات در شریعت ما و شما هم فیصله به علامات میشه. آلی خو اینه در کل دنیا تقریبا وسایل بر آمده که اگر دست در کدام جای زده امو عکس دستش گرفته میشه و شناخته میشه. این علامات تا جایی را بالکل در شریعت امام این امکان داره که امو جنایتکار شناخته شود. اونجا هم امو آدم از اهل زلیخا بود، اما قانونی واقعی را بیان کرده و توسط این قانون گپ معلوم شد که ملامت کیسته و سلامت کیسته. یوسف علیه السلام سلامت بود، اما زلیخا یه چی بوده؟ ملامت بوده. در اینجا پیراهن که چیسته از یوسف علیه السلام که پاره کرده از پشت سر، ملامتی سری کی افتاد سری زلیخا. اما اگر او مردکاس فیصله کن میگه که اگر از طرف پیش چیر باشه یوسف علیه السلام چی است؟ ملامت است. از پیش که چیر باشه چطور ملامت است؟ چی ملامتی سری ازیسته؟ از پشت سر خو معلوم شد که یوسف علیه السلام در دویدن بوده و این پشت سرش دست انداخته، اون نمیماند شه. اما اگر از پیش روی چیر باشه این چه قسم چی است؟ یک جواب خوب بگوی. خب من نمیکرد دیگه، دامنش میگه چرا چیر میشه. هر کس که جواب داد خب یک جوابیش باز پیدا کنی برای من بگوی. خب اینجا خب چیسته؟ یوسف علیه السلام الله متعال شاهد یا فیصله کن از خود دی قوم زلیخا. اینی را احسان الله متعال میگه که این طرف کیدا و تدبیرای زلیخا را بیبی و این طرف احسان الله متعال بیبی. خو لیکن آلی عزیز مصر چی میگه؟ او بر امی قدر گفته که انه من کیدکن، ان کیدکن عظیم. و یوسف علیه السلام نصیحت میکنه، توصیه میکنه، یوسف اعرض عن هذا. یوسف علیه السلام روی بگردان از دی گپ،
یعنی این گپ سرش پرده بنداز که این سخن منتشر نشوه. و استغفری لذنبک، به زن خود میگه برای گناه خود بخشش طلب بکو از الله متعال. انک کنت من الخاطئین، یقینا تو از جمله خاطئین هستی. مفسرین دو نظر داره. یک تعداد خوی عزیز مصر دوس معرفی میکنه و میگه که بسیار بیغیرت آدم بود، مثل عالی. در دنیای غرب بیغیرتی خیلی چی شده؟ زیاد شده. اونجا قطع زنش بغل کشی که بگو اظهار محبت بکنم هیچ گپی نیست. در غرب می گپا وجود داره نه؟ این فقط در معاشره اسلامی است که حتی گپ زدن هم چی میدانه، در دیگه جایی گپا نیست. میگه عزیز مصر هم مثل یک غربی واری بوده بسیار بیغیرت و یوسف علیه السلام هنوز عذر کرد که دیگه گپ چی افشا نکو و او را گفت که برو دیگه تو خطا شده یا تو کاری بد کرده. هیچ قهر نشد. اما گپ دیگه جای است. نظر به ظاهر قرآن کریم معلوم میشه که یوسف علیه السلام دمی موقع دعوت داده برای اسلام. استغفری لذنبک. بعضی مفسرین میگه که یا در دین چیست نصرانیت بوده از سابق یا چی کدام دینی بوده که استغفری لذنبک میگه، لیکن اسلام نبوده. ظاهر معلوم میشه که یوسف علیه السلام دعوت داده، عزیز مصر معلوم مسلمان شده، از او خاطر به زن خود میگه استغفری لذنبک. و آدمی بی غیرت نیست. چرا آدمی بی غیرت نیست؟ چرا اینطور جزا نداده؟ گپ دیگه جای است. عزیز مصر فهمیده که گپ خراب نشده، جنایت از طرف زن شروع شده. آلی اگری گپ زیاد تو بخوره این دیگه چیست؟ رسوایی زیاد جور میشه، رسوایی میشه. و یوسف علیه السلام چون که چی است؟ دعوتگر است. آلی صفوی یوسف علیه السلام کی میکنه که ملامت کی است؟ لکه در دعوت یوسف علیه السلام وارد میشه. از او خاطر میگه که یوسف از پیشش چی بکو؟ روی گردان شو. و بعد از او میگه که همی کاری غلط و نادرست خود تو کرده ای دیگه، تو باید از الله خود معافی طلب بکو. او تو واقعا که خطاکار هستی. چرا اینطور یک بچه را که در خانه نگاه میکنی؟ ما برات گفته بودم که آینده در درد ما میخوره و ایرا شاید به بچگی بگیریم و تو نعوذ بالله ارادای غلط داری. اینجا منظوری عزیز مصر است که بچه قابل گناه نیست. اگر این کار یک کمی ما شور بدیم یوسف علیه السلام از دست میره. این امرای ما باقی نمیمانه. کدام کمالاتی یا کدام افتخاراتی که از یوسف علیه السلام تعلیم میکرد عزیز مصر این از دست میداد. از امو خاطر از نرمی کار گرفته. و بس اوقات امیتور معاملات و مسائل هر قدر که پراگنده شوه امو قدر چیست؟ دردش اضافه میشه. و هر قدر که سرش پرده انداخته شوه امو تور باقی میمانه. بس اوقات امیتور گپا هست در بین فامیلا اصلا فقط دختر و بچه آگاهی می داشته باشه از معاملات خود. ایره بهتر است که چون در زمان سابق در حالت نافهمی و نادانستگی بعضی گپا شده می باشه، پسان مردم نمیفهمه. انسان باید سرش پرده بندازه، ایره افشا نکنه. این سبب بسیار بدبختی ها میشه. فامیلا با هم جدا میشه، دشمنی اوج میگیره، گپا چی میشه؟ عمری هم دختر خراب میشه. اینی گپا را در نظر گرفته. این معنای از این نداره که عزیز مصر بی غیرت است، بلکه عزیز مصر میگیره که همین مسئله افشا نشوه، موضوع در همینجا باقی بمانه پنهان و هیاهوی سر و صدا نشوه. از همین خاطر است که مسائل امی زنا و گپا را زیاد نشر کردن در تلویزیونا و اخبارا این گپا درست نیست. اسلام منع کرده. در سوره نور الله متعال میگه که کسایی که خوش دارن که چی بکنه؟ ان الذين يحبون چیست؟ ان تشيع الفاحشه. کسانی که دوست داره که فاحشه رواج شوه، عام شوه، در سر و زبان مردم همی گپا باشه، الله متعال بر ازوار لعنت میگه و عذاب است برش، به خاطری که جرأت میدن برای مردم که کارا را در پیش بگیره. پس در حقیقت اینجا عزیز مصر تلاششی بوده که این موضوع در حالت پنهانی خود باقی بمانه، نه که چی شوه؟ شهرت پیدا بکنه. و قال نسوة فی المدینه امرأة العزیز تراود فتاها. چی قدر گپ است؟ گپ پنهان باقی میمانه؟ نه.